سلام دوستان عزیز. امروز یه مقدار فسیل دو کفه یا و سخت‌پوستان و نرم‌پوستان دریایی رو داریم که مربوط به استان تهرانه، در دامنه کوه دماوند. نکته جالبش اینه که ببینید چقدر کرمای لوله‌ای، صدف‌های دو کفه‌ای و دیگر موجودات. نکته جالبش اینه که این لایه ها کاملا معلومه که تو دوره آتشفشان دماوند اتفاق افتاده. این خاکستر آتشفشانیه و باعث تولید این فسیل ها شده. پس کاملا متوجه میشیم که منطقه دماوند زیر آب بوده و سالها فعالیت آتشفشانی این منطقه رو به یه منطقه مرتفع 5000 و خورده متری تبدیل کرده. ببینید کاملا روشن خاکستر آتشفشانی در یه سطح چندین سانتی روی کف دریا نشسته و موجودات رو در کام خودش گرفته و باعث تشکیل این فسیل‌های زیبا شده. بسیار زیبا بود. متشکرم از نگاه زیبایتون.